بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام جناب انصاری، من فداتون بشم. من خیلی اراده از خدمتتون دارم. یه چند تا سوال می‌خواستم ازتون بکنم جناب انصاری. یکی خواهشاً یه دونه راجع به خمس واسه من صحبت بکنید که خیلی مهمه واسم. یه دونه راجع به این دعاهای مفاتیح من یکم توضیح بدید. خیلی متشکرم میشم. من خیلی شما رو دوست دارم، اراده از خدمتتون دارم. ممنون میشم از راجع به این دو تا توضیح بدید. سلامت باشید. تشکر از شما. خیلی متشکرم. محبت دارید، خیلی لطف کردید. از برنامه هم تشکر میکنم آقای انصاری. سلامت باشید. تشکر از شما. قربون شما برم. فداتون باشم. مستدام باشید ان شاء الله. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. ببینید برادر عزیز و گرامی، ما در مورد خمس در قرآن کریم یک آیه بیشتر نداریم. دوستان عزیز اینو نشون بدن. این آیه در سوره انفال هست، آیه 41 سوره انفال. این سوره کلاً بحث جنگ بدر هست. جنگ بدر اولین درگیری که بین مسلمان ها و کفار صورت گرفت. در آیه مثلا 38 از اینجا شروع میکنیم. کلا اینجا ذکر این داستان است که اینا کفار چطور برخورد میکردن با مسلمان ها و در اینجا امر میکنه پیامبر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله. با آنها بجنگید تا اینکه فتنه‌ای نباشه در بین انسان ها و دین همه برای الله سبحانه و تعالی باشه. و الی آیه بعدیش که در آیه 41 در اینجا واعلموا، الله سبحانه و تعالی میگه بدانید انما غنیمتم من شیء، هر گونه غنیمتی که به دست آوردید، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، که یک پنجمش برای الله و برای پیامبر و برای خیشان و برای یتیمان و مسکینان و در راماندگان است. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر شما بر آنچه که الله بر بنده خودش یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روز فرقان، یعنی روز جدایی حق از باطل، روز بدر، جنگ بدر رو میگن یوم الفرقان، روزی که جنگ بدر صورت گرفت. در این اولین درگیری بود که الله سبحانه و تعالی 313 نفر از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بر بیش از 1000 نفر از کفار پیروز گردانید. همون کفاری که اموال مسلمان ها رو گرفته بودن، بعد از اینکه خونه زندگیشون رو ترک کرده بودن در مکه، اینا ریخته بودن، اموال اینا رو به تاراج برده بودن، این اموال رو برده بودن در شام فروخته بودن، با اون پولش اموال دیگری خریداری کرده بودن، داشتن برمیگشتن مکه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در منطقه بدر با اینا روبرو شدن و جنگ شدیدی صورت گرفت که فرعون امت ابو جهل و عتبه و شیبه و ربیعه و تعدادی از سران مشرکین در این جنگ به درک واصل شدن. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که در روز فرقان، یعنی روز جدایی حق از باطل، روز بدر که دوستان نشون بدن، روز برخورد دو گروه، یوم التقى الجمعان، روز برخورد دو گروه مؤمنین و مشرکین در بدر نازل کردیم. این آیه در اونجا نازل شد. ایمان آوردن و الله بر هر چیز تواناست. خمس تنها در قرآن کریم یک مرتبه، اونم در سوره انفال در ذیل آیه 41 موضوع درگیری مسلمانان با کفار نازل شده و این خمس از اموال غنیمت است. یعنی وقتی که مسلمان ها با کفار درگیر میشن و کفار شکست میخورن، مال و دارایی که از اونها در میدان جنگ میمانه این تقسیم میشه به 5 قسمت. یک قسمتش متعلق به حاکم مسلمان ها که در اون زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن و مصرفش هم در چه راهی میشه؟ اینجا ببینید
لذل قربا، برای به اصطلاح خویشاوندان نزدیک پیامبر، برای یتیمان، برای مساکین، برای کسایی که مسکین هستن، خرج غذای شب و روزشون رو ندارن. و ابن سبیل، کسانی که در راه مانده‌اند، کسانی که در راه ماندن، مسافری که مثلا از تهران رفته مثلا اصفهان، پولش تموم شده، در راه مونده، از خمس به اون تعلق میگیره. کسی که مسکینی که نان شب و روزش رو نداره، از این خمس به اونا تعلق میگیره. اما اینکه یک آخوند شکم گنده بیاد و خمس بگیره و برای خودش تجارت بکنه، بزنس بکنه، نه اینو الله گفته، نه رسولش گفته، نه قرآن گفته، نه دین گفته. اگرم که این خمس رو میگیرن، به چه نیت میگیرن؟ یعنی مال ملت بیچاره غنیمت است، ملت کفار هستن، شما مسلمان هستید و شما در حالت جنگ با این کفار هستید و این مال رو در میدان جنگ اینا برای شما گذاشتن که شما دارید اینو خمس میگیرید، تقسیم میکنید در بین خودتون. یکی از این گزینه‌ها رو باید انتخاب بکنید. ثانیاً، بنابر هر دلیل و شبهه‌ای که این مال رو از مردم میگیرید، بنابر هر دلیل و شبهه‌ای که اینو از مردم میگیرید، آیا این خمس رو در راهی که الله گفته مصرف میکنید؟ آیا برای اون دختران خیابانی که در تهران و شهرهای بزرگ ایران هستند، شب و روز در پارک‌ها زندگی میکنند، یا در آغوش مردان نامحرم، برای بهتر شدن زندگی اونا خرج میکنید؟ یا برای اون زاغه‌نشینایی که در اطراف تهران و شهرهای بزرگ ایران سرپناه ندارن، فیلم هایی که در صدا و سیمای خودتون نشون داده، آیا برای اونا استفاده میکنید؟ آیا از این پولها برای اون انسانهای بدبخت و بیچاره‌ای که دارن گدایی میکنن در ایران، برای اونا استفاده میکنید؟ آیا برای اون کسی که یک عمر زحمت میکشه، یک معلم بیچاره، من تنها معلم رو ذکر میکنم از بین، چون واقعا یعنی معلم ها در ایران بدترین زندگی رو دارن، در بدترین شرایط زندگی میکنن. آیا برای خرید خونه برای یک معلمی که سالها در مستاجری زندگی میکنه از پول خمس خرج میکنن؟ خیر، فقط برای پر کردن جیب خودشون. در مورد مفاتیح الجنان، ببینید من زیاد اگر بخوایم در مورد مفاتیح الجنان صحبت بکنیم، کتابی هست به نام تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن. دوستان اگر که برای ما ایمیل بفرستن، ما این کتاب رو میتونیم براشون از طریق ایمیل بفرستیم. منتها من برای نمونه یکی از دعاهایی که در این کتاب سراسر کفر و شرک ذکر شده رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم که ما در قرآن کریم در سوره غاشیه آیه‌ای داریم. ببینید دوستان عزیز، اینو نشون بدید. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. میگه که برگشت همه انسان ها به سوی الله سبحانه و تعالی است و الله سبحانه و تعالی هم حساب و کتاب اونها رو بر دوش داره. مالک یوم الدین، مالک روز حساب، مالک روز جزا الله سبحانه و تعالی است. در همین دعای زیارت کبیره در مفاتیح الجنان من یک نمونه رو ذکر میکنم. میگه که یا بخلق الیکم، ای ائمه اهل بیت، برگشت انسان ها به سوی شماست. در اینجا میگه که این الینا ایابهم، الله سبحانه و تعالی میگه برگشتشون به سوی من است. اینا در مفاتیح الجنان چی میگن؟ میگه که یا بخلق الیکم و حسابهم علیکم ثم ان علینا حسابهم. الله سبحانه و تعالی میگه حسابش بر عهده ماست. در مفاتیح النیران میگه که حسابهم علیکم، ای اهل بیت پیامبر، حساب کتاب مردم هم به دوش شماست. و فصل الخطاب عندکم، حرف پایانی رو هم شما میزنید. من از هر شیعه منصف میپرسم، پس الله سبحانه و تعالی چی کار است؟ برگشت به سوی اهل بیت، حساب و کتاب به سوی اهل بیت، رزق و روزی که شما از اهل بیت طلب میکنید، دعا و استغاثتون که برای اهل بیت است، حرف پایانی رو هم اهل بیت میزنن. پس درسته بگید الله سبحانه و تعالی رو بازنشسته کردید، علیاذ بالله نشسته کنار، فقط اهل بیت دارن دنیا رو اداره میکنن، آنطوری که علماتون دارن کم کم اقرار میکنن، کلیپاشون هم ما پخش کردیم. من تشکر میکنم از برادر عزیز و امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشن.